نشانی های وجود دارد که اگر در شما باشد شما متکبر هستید و بوی بهشت هم به مشامت نخواهد رسید. این که حق را نادیده میگیرید و حق مردم را نمیدهید تو متکبر هستید. این که میراث وارثین را نمیدهید، میگوید به دختر کی میراث داده است، به زن کی میراث داده است، تو متکبر هستید. میگویید این حق فلانی است، فلانی این حق را به گردن شما دارد، ما شاهد هستیم. میگویید اگر حقشم باشد نمیدهم. این تکبر است و شما متکبر هستید. گپ حق را از یک بچه میشنوید، میگویید بچه گپ نزن، تو بچه هستی، سن سالت ببین، در مقابل ما گپ میزنید. این تکبر است. کسی پیش رویتان از کسی دیگری غیبت میکند و تو دفاع نمی کنید، معلوم میشود که تو در وجودت کبر و غرور است و تو خود را برتر میدانید. حق او انسانی که از او غیبت میشود در گردن شماست که شما از او دفاع بکنید. آیا نشنیده اید که پیامبر من در این مورد چه فرموده است؟ پیامبر میفرمایند صلی الله علیه و سلم: من ذب عن عرض اخیه بالغیبة کان حقا علی الله ان یعتقه. هر کسی که در غیاب یک شخصی از او دفاع بکند، بر الله سزاوار است که او را از آتش جهنم نجات بدهد. و اما این که تو دوست داشته باشید که هنگامی که داخل مجلس شدید دیگران پیش روی شما ایستاد شوند، این از کبر و غرور است. معلوم می شود که در وجود شما تکبر است. اما یک نفر برای مثل عالم موسفید میخیزد از جایش بدون اینکه عالم یا موسفید دوست داشته باشد کسی پیش روی او بخیزد، این گپ مستثناست. اما صحبت در مورد این است: کسی داخل مجلس می شود دوست دارد که دیگران پیش روی او قیام کنند و ایستاد شوند، لذا این از کبر و غرور است. پیامبر من صلی الله علیه و سلم هنگامی که داخل مجلس می شدند صحابه برای او ایستاد نمی شدند. و در حدیث ما روایت داریم از حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه که رسول خدا فرمودند: من سره ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. هر کسی که دوست دارد که هنگامی که داخل مجلس می شوند دیگران پیش روی او ایستاد شوند، پس جای خود را در آتش جهنم انتخاب کند. بعضی ها قصدن به بعضی ها سلام نمی دهند. چرا فلانی را سلام نمی دهید؟ فلانی لایق سلام من نیست. رویشان را می گردانند. این از تکبر است. بعضی ها وقتی که سلام می کنند دستشان در دست طرف مقابل، اما رویشان به طرف دیوار است. اینجا دستش در دست شماست اما با کسی دیگه گپ می زند. این تکبر است و تو متکبر هستید اگر چنین رفتار می کنید. آیا این انسان نیست که در پیش رویت ایستاد است؟ بعضی ها وقتی که داخل مجلس می شوند با همراه بعضی ها خوب بغل کشی می کنند، در بغل می گیرند محکم، با بعضی ها مصافحه می کنند، با بعضی ها هم سر انگشتای خود می تن. سر انگشتا، یعنی این یک نفر وقتی که داخل مجلس می شود مردم را به 3 گروه تقسیم می کند. یک نفر. پیامبر در هنگام سلام دادن و مصافحه چنان ادب را مراعات می کرد تا طرف مقابل دست خود را رها نمی کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم دست را رها نمی کرد. و علما می فرمایند از حسن اخلاق و از زیبایی های اخلاق یک مسلمان این است که هنگامی که دستان شما در دست طرف مقابل است، رویت هم باید به روی طرف مقابل باشد. و از جمله کبر و تکبر این است که کوشش کند که ریاست مجلس را از آن خود بکند. هیچ کسی را اجازه و فرصت نمیدهد که گپ بزند. جناب علی دیگه میخواد رئیس مجلس باشد، میخواد همکاره مجلس باشد. این کبر و تکبر و غرور است. دوست داشته باشید که مردم از تو توصیف بکند، پیش روی تو توصیف بکند، تو را تمجید بکند. در مجالس از نسب خود میگویید، از آبا و اجداد و خاندانت میگویید، از قوم و قبیلت میگویید. و از جمله کبر و غرور ترک مجالس فقرا و مساکین است. محافل اغنیا را میروید شرکت میکنید، در مجلس اغنیا و سرمایه‌دارا شرکت میکنید، اما در محافل فقرا مساکین شرکت نمیکنید.